ژاپنی ها یه مثالی دارن، میگه ما خانه هامون کوچیک میسازیم. میدونید چرا؟ برای اینی که جای بیشتری، بزرگتری برای مدارس، دبیرستان ها و دانشگاه ها بمانه. بیون سراغ کشور خودمان، ویلا میسازن 6000 متر برای اینی که دولت مردان دزد آخر هفته برن اونجا تریاک کشیدن و لهو و لعب. اما در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته جهان قانون تصویب کردن و اسب شلاق بزنی جرم داره. در کشور من معلم و شلاق میزنن. هموطن، این ننگو ما باید کجا ببریم؟ چه باید کرد؟ در کشور من به نماینده صنفی معلمین جرمش اینه، میگه آقا این حقوقی که به من میدید خانایی با زندگی من نداره و حق داره. شلاق به شلاق میبندن. آموزگار اخراجی شهر کنگاور محمد مصطفی.